مردم افغانستان درباره ای اشتباه فکر میکنند. پایگاه در چین فقط غذا نیست، نماد مهارت آشپزی است. در غرب بیشتر مردم اصلاً حاضر نیستند ای دست بزنند. فکر میکنی پایگاه فقط جویدن گوشت است؟ اشتباه است. جادوی اصلی در پوست، رگها و کلاژن غلیظ او است. نرم، کشدار و طوری که در دهان آب میشه. هر لقمهش پر از مزه و بافت است. در چین خوردن پایگاه هم ذوق است هم هنر. وقتی میپزندش خوب سرخش میکنن یا در ساس میمانندش. هر مرحلهش امتحان صبر و مهارت است. شکستن استخوانا کمک میکنه ساس خوب داخلش بره. پخت آهسته کلاژن را آب میکنه و داخل شوربا حل میسازه و مالدن ساس در آخر بافت و مزه را قلف میکنه و خوردنش یک لذت خاص داره. در گذشته پایگاه در مهمانیان نشانه مقام و جایگاه بود و در قصه های مردمی میگن کلاژن باعث بیشتر شدن قوت بدن و انرژی میشه. در حالی که در غرب بیشتر مردم حتی نامش هم نمیخواهند بشنون و نادیده گرفته میشه. در چین مزه واقعی حساب میشه. پایگاه فقط گوشت نیست، صبر، تکنیک و مزه با هم جمع شده.